چرا مخصوص با رفاعت بسیار همکاری میکنید؟ تمام وقت چیزی کردم دیگه اجازه نمیکنم. تمام کار بیادبانه میکنن. کیفی یک زنه در بالا مونده دزنه. کم نمر دیدم. غیر از همسرتون باز چند نفر دیگر رو دوست می‌دارید. درست است؟ لا 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 لا. در 500 سومونه عکس کی است؟ رودکی. در یک سومونه چی؟ رودکی؟ چی؟ اگر رفاعت گوید که من رو با همسری گیرید. این خیلی حرف چی دید سرخ میبروی کل میدارم. نه. آیا شما جان خود رو برای نجات نفر دیگر میبخشید یا نه؟ البته. شما دیوانه این. کپی بهترین. شرکت СОФСАВДО دروغی به نمود کپسول پیشنهاد میکند که برای برآوردن ریش، زیاد کردن موی سر، برای فربه یا خراب شدن یا برای نیست کردن کرم به شما کمک میرساند. اگر شما بیماری پوست بدن دارید یا درد معده به ضرورتی پس از داروی بتساب، پروتئین و گینرهای СОФСАВДО استفاده برید. دستافت که در مدت 3 ساعت به همه شهرهای فدراسیون روسیه و دیگر دولت‌ها باشد از 3 تا 5 روز. رقم‌ها در روی اکران. از نام کانال توجیکون گروپ مراجعه نمایید. حتما تخفیف به دست میارید. سلام علیکم دوستان عزیز. سلام به همه شما، به همه نفرانی که این لحظه ما رو تماشا دارن و نفرانی که بدتر ما رو تماشا میکنن. برای شما هم سلام. از تاجیکستان برنامه چهره آشنا برای شما تهیه میگردد و یادرس میشویم شما برنامه ما رو از کانال توجیکون گروپ تماشا نموده ایستادین و مهمون ما هستند دوست منوط شریفوف تخلصی دونجوان. سلامت باشین. مهمون دومی برنامه ما کی وقتی پاتسانو حاضر زمان ریسپکت هم اتا ریسپکت کی وقتی ما دعوت کنیم نمیگن میبیان ها. زنده باشه. آدم میگن دعوت کنی یا میوه یا نمیوه. یا میوه یا نمیوه. همین دنیا چیه؟ ما برای چی میام؟ من میگم که دیدار شما رو میبینم، دیدار هم رو میبینم، خرسندی من همین. انا دیدار شما رو دیگران میبینن خرسند میشه. اون که هست سلامت برنامه. سلام باشه. خوش آمدید دونجوان و برنامه ما. خوش باشید. انا برنامه امروزه ما چهره آشنا نام داره. ممکن تماشا کرده باشه و 4 تا بخش داره. بخشای برنامه کمتر ایواز شدگان فکر میکنم که خیلی در رفتی برنامه شما شناس میشین. شوخی، حجم، خنده همه چی هست. لیکن با سوالی که برای شما پیش میشه باید درست جواب بگین. درست سوال با قولی خوب جواب بگین. ما آماده. شما تیار هستین؟ بخشای برنامه ما جولا سوال، شکر و زنجبیل، نواشنیک و سوال‌های منطقی نام داره. تیارین شما؟ همین زنجبیلش خیلی خوردنک نیست تیوخی؟ خوردنک؟ نه ما تزیر نغز نمیبینیم. چیوا؟ ما اوقاتی که میخرن آدمو تست کرده میخوام که دهای بامزهشون به مزه و تیز میکنن. مزه تیز میکنن. وا چی در کجا چیز تیز دیگه؟ خیلی اگه اوقاتی با مزه اگه شکر و زنجبیل نه شکر و ترشی میکنن. نه شکر ترشی یک لیمون خوردگیتون داخل. داوله این فایده داره لیمون. تمام. خب میگذاریم به بخش نوبتی ما جولا سوال. توجه به سوالی که برای شما تیار کردیم. چرا مخصوص با رفاعت بسیار همکاری میکنید؟ سبب در چی است؟ این همی کانکریت نگاه اینم حق حوزگاه میذارم تا همین وقت چیزی کردم دیگه اجازه نمیکنم. تمام الله اکبر. همون تا میگه ادب رو از کی آموختی؟ از بیادبون. ما همون بیادب ادب آموختم که دیگه قطعا خود بیادبون نگردم. مقصد یا گرده کم باشه یک از قطعمون سلام علیک میکنن این قق آبروی هم نبودگی اونم نریزونیم ده مقصد. یعنی شما اون گپ که از در یگون جنا گفته جا گفتین؟ بله. برای چی خی؟ برای که ما ادب آموختم همون بیادبو که هم خیلی کارا رو دیگه نکنم. تصمیم گرفتم پیش از شما هم بیادب بودی. مقصد که نه تو نبینی باور دیدم که کار بیادبانه میکنن. مقصد در پرامای افیرشون در دیگه جا وقتی که دیدم ما در نشون دادن گفتن این خیلی کار ادب آموختم. گفتم شما حقیقت کار کردین. گفتم که گفتی روز نچید که دیگه همین کارو دا لذت نداره. لذت نداره. رو کنیز دیگه جون دست برسونده. برای عده نبومو الوهیده بعد سوال جواب میکنیم در آخر برنامه. ریسپکت. سوالی دیگه براشون پیش میشه. اگر رفاعت اینا با سوال در باره شوک نمیگم. ما می سوال اول سوال باید نمیدونیم. اگر رفاعت گوید که من رو با همسری گیری چی میگه چی مو؟ این خیلی حرف چی دید سرخ میبروی کوچ خیلی تاریک. سوالی دیگه براشون پیش میشه. توجه کنید. همون بازی‌ها دست که خیلی میزنن سرخ میبروی که من خیلی میدارم نه. سوال دیگر پیش میشه. توجه. اگر با یگان شخص خصومت گیرید کی بوده میتواند اون شخص؟
рафоат. نه من راستی یکم از خصومت گرفتن نمیتونم. این خیلی آدمم نیستم. خاطر یکم از بگو هم کنم. همینجا اصولا باید میمونه. اصولا با خاطرش سلام میگم. دیگه میکنم نداونی سلام کردم میگم وقت مرا آیت برام میگم چه خاطر من نداونی سلام کردم. من آدمی هستم که هیچ خاطر خصومت ندارم. خصومت ندارید؟ گرفتم نمیتونید. البته. سوال دیگه. با زندگی چگونه نفران حسود خوردن ممکن است؟ ماکه زندگی خودش همش این خیلی بگیریم خصومت های همش حسوده. حسودایی که ما مقصد که چه خیلی کنیم نکیم باید مرد میگه هر آسان نشود مشکلی نیست که آسان نشود همین سخنا رو ما در خودم گرفته یگان کاسدا وای نمیکنیم چی میگم با خصومت نمیگیریم خصومت نمیگیریم در یگان یکی من سوالی که پیشنهاد کردم دونجوان کم غم گرفته سر نه که ایام دا بیسو با پشو غم شده دیسی میگیره اطراف دا غنگ سوالی دیگه شما دا پیشنهاد میشود گوش میکنیم با سوال اگر زنتون برای همکاری با رفاقت قهر کند و خونه شما رود خونه و چش رود شما چیکار میکنید که هرچند که مناسبت شما با رفاقت یک کنده شده ما نفهمیدیم یکی هم چیزی که تیار کردیم و برای شما میدیم خیر فرض کردن به جای رفاقت یگون نفر دیگر خود شما همکاری میکنید همسرتون میبیند و قهر میکنه خونه شما میرود شما چیکار میکنید در این حالت ما راستی چی بفهمونم که همین اولش خدا آخرش خدا شکرانه پروردگار میگم که یک عائله دو دایمه که خیلی کارو کلاش کار میکنه اومده عموما کاردار نیست اگر شوا چه بخیر اگر توجیه نشیده دیگه اگر شوا خیر یکی شوا اگر شوا هم خیلی کار چیکار میکنم من میرم میرم شوخی با چه دیلا یگانه نه مقصد اگر که شود دویده که میرم نه میرم سیاست میگم خیر رفتم خود تاز بیو گشتم آدم تا نمیبخشه سوال دیگه پیشنهاد میشه توجه حیات شما خنده آور است هم تری میگه راستی گپ ما یک عائله داشتیم که همین هفت پشت مونده یک تک هم خیلی آدم پیدا میشه نه مقصد نه بوی خدمتی هفت پشتم افندی هستای یور بوی یور جندی هستای بوی وای نقطه کنم هستای و هم قطعا گروه میشتن چخ کده استادن میگن حاج من حاجت خانه میرم میرفته دیگه نمیدونم میگن وای نقطه رو کند که رفت دیگه نمیام مقصد محمد شریف نقطه کن میگم بعد وای دیگه در همین اویله که ما همین قبیله مونده هستای یک تک هم خیلی آدمی طبیعتا هم خیلی که من میرم قشلاق مونده میشینم هم عزیفم دارم میگم گپی لیش نیده میگم یگام گپی دیگه چی نمیگم یا هم کودکیامونو باید چون میرسونم یا یگام گپ میگم وقتشون خندیدن میگیرم من باشه همین گپای خودم گم میزنم بعد شما این افندی را نقل کردین افندی درک جو میره که همه کروکش دیگه با میخپن افندی میگن اینجا بیو همین باینده بشه هم مردم یه بار خود نصیحت کرد یه بار نصیحت که مردم میگه باینده میشونش میگه بچه میگه شما دیونه این میگه چی وا میگم ما با جو یه سو وای خگنو میمونم سوال دیگه آیا شما جان خود رو برای نجات نفر دیگر میبخشید یا نه؟ البته این هر یک مسلمان هر یک بنده این یک چیه هر کس هم این خداوند میسر نمیگردونه این خیلی کارو را نکیم که میسر بگردونه البته که در جایی که باشه ما جان خودمون دریغ نداشته میره محافظت میکنیم البته یکمش که خداوند هر کس این کارا لایق نمیبینه اون فقط آدمایی هستن که مقصد یک آدمایی دارن گفتی ورسو پپال میشه که همین کار خیلی هم نصیب و تقدیر در تقدیر ما هم که باشه خیلی پپال بگرده ما البته جان دریغ نمیدونیم اگر شما یک روز رو گشته و برگشته زندگی کردن میتوانید در اون روز چیکار میکردید یک روز رو یک روز مثلا اگر شما 60 سال عمر داشته باشین در اون 60 سال همون یک روز در حیاتتون که همون کارا باید هر روز بکنین همون 60 سال همون کدوم کارا که 60 سال مثلا 365 روزی گشته هر روز هم کارا میکنیم کدوم کار ما فکر میکنیم ببینیم پوری ما هم خیلی چیز استادیم کسبی من ما هر روز همین کسب داریم همین کار داریم اگر که خداوند با عمر دوباره که میداد در تقدیر ما همین نویستگی بده خداوند همین کار همین کسب بخوان همین اکتوری مون همین 60 سال هم که ببینیم همین رفته است همین یک کارای بگیریم همین کسب اکتوری اینا یک سوال بیرون از سناریو یگون مرشد است که از فایده کانال تون یگون کسا خیر کرده باشن 50% نه راستی گپو خیلی بگیریم 100% هم کردیم باید آدم خیر کنه خیرش نگه که خیر این سوالی که ما دادیم ما خیر نمیگم مقصد جاش میگه که همون هوبت میشه جاش میگه که نمیشه هر خیلی یگم گفتن میشه سوال دیگه چی شما رو بیشتر غمگین میکنه
غمگین من هم وقت غمگین میشم که یگام کار انتظاری میکشم میگم این کار هم مرا تیار میکنه مقصد یگام نفر دیر میکنه انتظاری میکشم هم وقت غمگین میشم همین مقصد دیر میشه یگام با شما نمیفهمی که ما شما را یک سال چیزی زد داریم شما مرا بفایده اجازه نکرده دیگه برنامه رو ثبت کرده بوده من راستی گپ ندونم کو مرا ساعت 2 گفته بودن من رصد گرفتم تا ساعت 2:30 میخوام برم یا میرین تو تیار میشون من دیرتر کردم خواهی 3:30 اومدم سوال دیگه با شما پسند است که در کارخانه کاری از همه دشوار از شما است لیکن معاش از همه کم هم از شما است گپی بهترین خیلی مقصد که این گپ همه وقت آدم مهنت خود چه قدر میکنه کم کم دلش غمگین میشه که مقصد شوی خیلی باشه مقصد ما کار میکنم و اولی که ما بالا نمیروم مقصد ما کار میکنم و مقصد که خیلی این کارا رو من نمیفهمم کلمات چون میفهمم مقصدم این بود بخش اول ما تماشابینان عزیز و در آخر همین بخش من دو مصرع سرود زمزمه میکنم از دونجوان از دوست مراد بعد شما ادامه همون شعر خونید لا 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 نرخ سازی رفت بالا لا 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 نرخ سازی رفت بالا برای آشخری تاشکن میرم جانای لا 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 سلام باشید تشکر ما میگذاریم به بخش دوم دوستان عزیز با ما باشید Fans are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, hold a standing, yo. بخش دوم ما جالب است و نام دارد شکر و زنجبیل و فکر میکنم که همین بخش در یگان برنامه نبود و دوست مراد هم همین بخش ممکن در یگان جو نفهمیده باشه کلمه هایی که دشوار هستند کلمه های دروزه با زبان روسی هستند ما تکرار میکنیم شما کلمه را باید بعد از ما بگوین شما ما میگیم شما از تکرار میکنیم خب اما که یکم کلمه با زبان روسی بخش نام داره شکر و زنجبیل میای شکر و زنجبیل من آیسته آیسته میخونم شما خوب گوش کنید بعد تکرار کنید گرالدستوا 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 چی است گرالدستوا گرای زور میشه دستوا شد گرای نیست گرالدستوا گرالدستوا خیلی کلمه رو من به فکر بار اول همون کینو اگر گفته گذاشته باشم ممکن کلمه دیگه گوش کنید کلمه دیگه فیلتر پرس فیلتر پرس خیلی فیلترش میدونم که چیزی توضیح میکرده که فیلتر پرس پرسش جمع کردن پرس کردن فیلتر پرس کلمه دیگه متئو آیروبیولتنی متئورولوتینه چیکاری متئو آیروبیولتنی و متئورو آیروبیولتنی آقا چی بود آقا جمله هست پیش خود نه جمله نیست کلمه میاد کلمه قریب از جمله کلمه زبان روسی یا دشوار عجیب روسی مغز خیلی خونده خیلی خونده اما که ما کلمه دیگر را پیشنهاد میکنیم گوش کنین چیواوا چیواوا این خیتویی بودن نه زبان روسی چیواوا چیواوا چی میشه با فکر شما نه مالی جوش نیومدم یه مردم من خیلی شاید نمیفهمم چیواوا در نظرم که کلمه های خیتویی ایو خیتویی این چنان آن چنی خاک سنگلای میگه خیلی چی میشه باور که حرکت رفتیم هم خیلی شی بچه ها گفتن که همینجا راه ساز میکنه مردم خیتوی آوردن خیلی توجیکه چه میمونه و تاج مقصد توی دشینون یا جون برام در خیتوی راست کردن گفتم نگاه همین گفتن خیتویا میبرویم ما برام گفتم در اینجا خیتویا نامشون نمیگیریم خاک سنگلای میگم آتش میاد چو چخس میگم دیگهش میبرویم چو چخس برام یاد کردم چیزی بگو برام دادم میگم زاشیدم درشون توغری میگفت که توغری میاد همین باید سه تا چو چخس گم نوما خب سوال دیگه ای کلمه دیگه رادیو ایروناویگاتسیا رادیو ایروناویگاتسیا ایش خشینیدم نه شنیدی خطا تلفظ کردی رادیو ایروناویگاتسیا
رادیو ایروناویگاسیا. رادیو ایروناویگاسیا. رادیو اینوواگاسیا. رادیو ایروناویگاسیا. رادیو اینوواگاسیا. اینا با تخت بساود میگه تا میره خونده سیما ممکنه خیلی خوندن تو. رادیو ایروناویگاسیا. خب تشکر امی بود شکر و زنجبیل. ای بخش است که قریب که اون کلمات درست تلفظ نمیشن از زبان میمونن لیکن خیلی من اگه خیلی نمیفهمم خودت بخون من نمیتونم تلفظ کنم امیر روی ورق شروع میخونم تشکر سلامت باشین تشکر تماشاگران عزیز بخش شکر و زنجبیل بود و چهره شناخته را شما میدونید و مهمون ما هستند دوست مراد شریفوف با تخلص دونجوان و برنامه ما ادامه دارد ما میگذاریم به بخش دیگر و فکر میکنم بخش نوبتی ما جالب است نام دارد ناوشنیک دوستان عزیز بخش ناوشنیک آغاز شد و اکنون میبینیم که دوست مراد با سوالای جالب با سوالای خنده‌آور ما چگونه جواب میدهند شما مدعی هستید شما ناوشنیک در گوشتون میمونه ولی نمیمونه ما شرط رفت شب شما فهمونم ناوشنیک در گوشتون میمونه ما موسیقی را بلند میکنیم میمونه شما ما نگاه میکنیم ما سوال تکرار میکنم فهمیده نفهمیده ما یک بار گپ میزنم سوال شما ها یا نمیگی تمام یگان گپ زیادی نمیزنید ها نه فهمیده نفهمیده دیگه نمیپرسی ها نه ناوشنیک مونه تیاری؟ تیاری؟ بله تیار باشید تمام ما هم تیاری انا بجگارده سوال دیگه سحر براق بخونم میوید نه نه؟ سوال دیگه نرخ سبزی را شما بلند کردید درسته؟ چه نفهمیدم چی خالی؟ ها یا نه؟ نه میخواهید دیگران رنگ شما باشند دوست غرادگر نامرد بودن به سعودی خاصی مردان هست یا نه؟ نه کم نامرد دیدن؟ سوال دیگه غیر از همسرتان باز چند نفر دیگر رو دوست می‌دارید درست است؟ زن و فرزندی به جای دارید درست است؟ نه بعض وقت نامردی میکنید سلام چه تمام استوب سلام باشه سلام باشه موزیک رو میمونن چی رو نمیفهمی با مجبوری هوای نه دیگه پیش خودم میاد دو بارها گفتم دو بار نه ولی ما اگه سوالی که شما های اون گفتم من سوالا رو میخونم جواب شما رو میخونم بعد ببینید که کدوم سوالتون جوابش درست بود گفتم به جوگردید گفتید ها گفتم که سحر بر وقت بخونم میوید گفتید که ها یعنی دیر نمیکنید هر ساعت بر وقت سوال بود که نرخ سبزی را شما بلند کردید گفتید نه هیچ طوری میخواهید دیگران رنگ شما باشن گفتید ها سوال دیگه بود گفتیم دوست غارتگر نامرد بودن به سعودی خاصی مردان هست یا نه گفتید که ها خاصی مردان نه گفتید سوال دیگه بود غیر از همسرتون باز چند نفر دیگر را دوست می‌دارید گفتید که ها دوست می‌دارم درسته برنامه را اویتون تماشا نکنه سوال دیگه گفتیم زن و فرزند با جای دارید گفتید ها خیلی چیزی از میگو سوال دیگه بود که بعضا وقت نامردی میکنید گفتید که ها بچا خیلی میشه بعضی وقتا میشه نامردی کردن نمیخوای که میشوه یکی میکنید بعد نامردی کردن چیکار کردن با مریا بالا کردن با مردی کردن دواینا دیدی وای مرد که یفتن سلام باشه بهترین خب سوالا معقول بودن شما دا سوالا بهترین خب برنامه را جنبش کنیم ادامه بدیم خیلی جنبش میکنیم نیم ساعت زاش رقم بسخن نه ادامه میدیم یا بخش دیگه نه ادامه بخش نواتی دیگه آخر بار میگم ما که پس اینکه باید بخش دیگه هم داشته رفت بخش نواتی ما دوستان عزیز سوالهای منطقی است ما با شما سوالای منطقی پیشنهاد میکنیم شما خوب گوش میکنید سوالا رو بعداً جواب میدید سوالها منطقی اند خوب اومده هستین شما بله از شما میگیرن ولی باز بالای شما پول میدهید چرا میگیرن از شما با بالای پول میتیم مقصد این همی دور نمیریم چی دور بریم همین سالهای پیش هنرمون استفاده میبردن با ما خون مقصد پول میدادیم کی تلویزیون دمونه یا که یک دردیسک بروریم این نمیگم همین بود در سرم گذشتگیش گفتم این چیزی هست که در همه هست در همه در همین کودک مایده هم هست کلون هم هست پیرونسون هم هست همه در این چی میشوه از ما میگیرند و با ما بالای پول میدیم مقصد
از ما میگیرن به ما بالای پل. شما در یک ماه بگیم که 2 بار هم از شما میگیرن هم شما پول میتین. یعنی خود شما هر ماه هم از شما اون چیزا میگیرن هم با پول میتین بالایی. او بچه در فکر زدم کو در یک ماه 2 بارن یه قگ یردم که همی سوالش دا همی سوال دی قگ یردم کن با ما دیگه از هوی میشم ایمیون بالا خیلی که هم ایمون میگیرن هم بالا کنم که اینا کمک از میون بالا چرا ایمون ها دندون میکنن میپرتن با بالای پل میتیکیم رحمت دندون مکانی پرت خب باشی دندون میشه خیلی موی سر بعد پس میگیرن با بالای سو میکنن. سوال منطقی دیگه چگونه انسان میتواند فیل رو آسان به دست بردارد؟ فیل رو آسان به دست بردارد اونم رنگ همون کلمه که آب در الک بگی فیل رسم شم میکشی آسان به دست میگیری. نه و فیل میگیرش فیل میگیره؟ کدام شخص هم فیل میگیرن؟ می نویسه در تنه؟ نه نمی نویسن اون فیل خودش فیلی رومشیدگی باشه آسانک میگه خودش میبردارشم خیلی میگیرش. نه خود برداشتن میگیرم خیلی فیل به دست برداشتن درستی بیشم نفهمیدم. شахматист چی خاک فیلم می آخه بازی میکنه وای فیلای کو خیلی وای اسپا خیلی فیلم داره من فیلش ندیدم. فیلش ما دیدم نابرم دیگه نابرم بخشش من چیزای نابرم بودم نمیفهم سوال پیش بود خیلی اسپا بود کو نه ولی فیلم فیلش من توجه ندیدم. سوال دیگه ولی بجای از فیلم نگن که وای تر ولی ویسوی نه. سوال دیگر خوب در روی میز 6 نفر نشسته‌اند آسان است. در زیر میز چند تا پای است؟ 6 نفر که بشینه 12 پا. چند تا چلیکای؟ انا که 6 به 10,000 کش 12 به 10,000 انا ماتماتیک کردم کم سوستم دیگه مال ضرب میکنیم قاف فکر کنم با کلام نمیاد. 60 تا چلیکای 60 تا چلیکای ده هر آدم 10 تا یخی نه 10 دستش 60 میشه. پوچوش فقط پوچوش. پوچوش 60 تا. موشی مو. خیلی مو. هم پوچو دا اوپشم چند تا موهای دونه. و اوشی سوم ندارم میلیارد تا میلیون تا. سوال دیگه. تمول مردک باشن به حساب میشه. پری پشمن. با کدام دست پیولای قنچوی کوفتن ممکنه؟ البته به دست راست. نه. چرا؟ دست راست خیلی همین. خیلی به دست چپ هم میکنه. نه بسیار وقتی کوفتن پیولا که میجنبه اگر نون کلانتر باشه که قاشق خیلی میخپیو خیلی میکوی. نه درست. خیلی نگه پیتو به دست چپ خیلی میکوی. دست چپ هم ندرسته. قاشق خیلی میکوی. نه با دسته که قاشق داره. آفرین. انا یاد بگیریم بچه‌ها با دسته که قاشق داره با قاشق میکوی. این گپ دو چه داره ما بنون میشور میکنون ملایمه میشه خندوگا. کدام سنگ در تای اون نیست؟ سنگی قاق نیست. سنگ میدونیست. آنش میدونستی. خب سوالی منطقی دیگر. ما این چیزا در عکس 500 سومونه عکس کی است؟ رودکی. در یک سومونه چی؟ رودکی؟ چیشی؟ آیادم برو ماده در دستم خیلی کیه؟ سیفلوی بزرگ. نه هر کی ما رو یاد کرد ازید ور او رو یاد بود. هر کی ما رو میر سعید علی حمدونی. خب یردم نکنی. 500 کی؟ 500 صدردین عینی. 300 کی خینا؟ شینشا شاتیمو. خای. 20 کی؟ 20 سوره داره. 20 وای. ما همش میدونستم من ابراهیم رو همش تحلیل کرده برام دیده بودی؟ خیلی کلا 20 کی؟ 20 وای.
Аниш ти яд шо ту бигу бисмада ки бир. Абали мисино. Не бали мисино. Не. Не. Тане медони чи ба мара мегия гане. Панҷосмада кия? бача. Ҳама шояд бумдум дай садқа. Бобоҷон Ғафур. Бобоҷон Ғафур. 70 кия? 70 надорем. Ҳастай. Нест. 100 чи? 100 исмоили сомонӣ. 200 200 ва якия. Дусмуро шариф. 200 ва. Кия? Ки? Тоқи дар сараш. Тоба. Ки? Садриддин Айнӣ тоқӣ мемон. Не. Нусратло Махсум. Насисма кия? Насисма Нусратло Махсум. Боварка. Саволои додимо ки. Шиншо Шотимур дар ҷо там шуда. Шиншо Шотимур дар вай Помиров хан? Бадахшон хан Помиров дар Бадахшон. Ман дилам пур нестам. Саломат бошед. Хайр, як саволи охира ки барнома ҷолиб рафтаса барои ман саволҳоро додисам шумо. Хайр, як саволи дигар. Хубай, ман агар надонам ёд мегирам, тамошобиноие ки намедонан, ҳамин ёд мегирам. Ашмон меомӯзанд. Там баъде ки мо наёфтем, ростша гуфта мегӣ, ва ҳамин ҳачи ибрат бигирам. Так чи ибрат бигирам. Ақаллан хумон 1000 сомода акси ки? 1000 сомода буромад 1000 сомона. пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. 500 сомона акси ки? 500 сом дорем? Гуфтум ку 500 сомаро хӯрдӣ. Нусратло Махсум гуфтум. Ки? Нусратло Махсум. Нусратло Махсум. Вози мегум бой, аштара. Калама гаран кадем. Калама гаран. Ташаккур. Саломат бошем. Ва ин буд бахши мантиқ ва саволҳоеро мо барои шумо пешниҳод кардем. ҷолиб будан, шавқхуар будан. саломат бошед ва фикр мекунам ки чанд чизе буд ки албатта тамошобинон фаҳмидан. ҷаҳон спорт барои шумо, барои иштирокатон. дӯстмурод шариф буданд меҳмони мо ва дар охир аз дӯстмурод хоҳиш мекунем ки боз як суруди ҳаҷвии худро 4 мисра замзама кунанд. He kayfi yak zana dar balomon daydi zana. He kayfi yak zana dar balomon daydi zana. Problema bisyor shid dizan dar sarbor shid. Problema bisyor shide dizan dar sarbor shid. Qaysingalon bisyor shide khonam rangi bozor shid. Qaysingalon bisyor shide khonam rangi bozor shid. Salomat. Salomat bошед. Tashakkur. Salomat bошед. Як қарсак. Зинда бошам. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбати чеҳраи ошно аз канали TOJIKON груп ва бовар дорам ки албатта барномаи мо барои шумо писанд омад. меҳмони барномаи мо буданд дӯстмурод шарифов бо тахаллуси Донжуан. марҳамат, дархосту пешниҳодҳои худро дар комментария нависен ва дохил шудан, тавсия додан, ба дигарҳо равон кардани ҳамин видеои моро фаромӯш накунед. ҳамеша мо бо шумо ҳастем. барномаҳои ҷолибро минбаъд низ барои шумо таҳия мекунем. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон бошад. хайр.